حال ما در ایمپکت فرم آسیا پلوس قرار داریم. این چهاربینی نزدیک 400 نفر اشتراکچی و کارشناسان ساحه آیتی، مارکتینگ، رسانه‌ها و تجارت را به هم آورد. سلام دوستان، مهرنگ سلطانزاده هستم و امروز من نوبت در شهرم. چهاربینی چگونه گذشت؟ بیت با هم می‌بینیم. روز 20 سپتامبر مرکز اسماعیلی دوشنبه به مکانی بی‌نظیری برای مبادله دانش و تجربه و غایه‌های نو تبدیل یافت. چون اینجا نه تنها مشکلات و امکانات، اینچنین تجربه‌های موفق نمایندگان سه ساحه، تکنولوژی، تجارت و رسانه‌ها، معرفی و تمایل‌های نو مورد بررسی قرار گرفتند. بسیار شدم که در کشور ما چنین پروژه‌ها راه اندازی می‌شوند و این یک پلتفرم خوب است برای جوانان امروزه که می‌توانند با سپیکران و نفرانی که تجربه بالاتر دارند از دیگر دولت‌ها میآیند و برای ما می‌آموزانند. از جمله در همین چهاربینی مذکور بسیار یک سکتور جالب دیگر بود که با اسکوسیو اینتلکت و راه‌های آینده آن پیش بینی شده بود که بسیار یک تأثیرات خوب و دانش‌های نو را گرفته. کارشناسان خارجی همراه با متخصصان تاجیک مسائل و مشکلات مهمترین را محاکمه کردند. مهمانان امکان داشتند از نمایشگاه شریکان چهاربینی بازدید کنند و با کارشناسان صحبتی روبرو داشته башанд. Я сегодня говорил о брендах со смыслом, каким образом медиа становится новым капиталом и что нужно сделать для того, чтобы бренд определялся не по стоимости, а по ценностям. Мне кажется, очень актуальный топик, тем более в наше время, когда мир коммуникаций меняется буквально каждый день. Желаю всем участникам форума найти свои смыслы и свои ценности, чтобы подобные мероприятия продвигали не только сегодняшнюю аудиторию, но и весь рынок в целом. یکی از قسمت‌های جالب ایمپکت فرم ایمپکت اند کلابس بود که در آن لایحه‌های موفق کشورهای گوناگون آسیای مرکزی رونمایی شده. مؤلفان آنها از تجربه خود نقل کردند. قسمت دیگر جالب و مفید باشد ایمپکت تک پلیگراوند درباره تکنولوژی‌های نو و ذهن ثانی بود. خیلی جالب متخصصان از دولت‌های همسایه آمده بودند. کیسایی که در دولت‌های خودشون کار کرد با ما نقل کردم و خیلی جالب، خیلی فایده‌آور. من فکر دارم که میتوانیم در دوشنبه نیز همون رو با کار درآوریم. همچنین قسم تکنیکی هم بود. متخصصان از شرکت زیپل نقل کردن چه خیلی دنده‌های سینتتیکی چون کار میکنن. در عموم خیلی فایده‌آور. این شامی خاطرمان با هنرنمایی اسطوره صنعت تاجیک دلیر نظرف به انجام رسید. ایمپکت فرم در آسیای مرکزی سابقه ندارد. آن با دستگیری هومو بانک، اجنته نوادس و تکنولوژی‌های رقمی، افتا هولدینگ بین‌المللی وکتور، نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و شرکت تیسل برگزار گردید. هدف برگزاری فرم بنیاد پلتفرم برای تبادل تجربه و روح‌بلند ساختن به راه اندازی همکاری بین صحابی بود که واقعاً با موفقیت انجام یافت.